ماینکرافت میخوایم ببینیم بلوکا چقدر دووم میارن. از خاک شروع میکنیم. خودش کلشون رو خرابش کرد. بریم برا بعدی. نتونست حتی یه دونشون رو خراب کنه. ببین میگم بهترین بلوک کلش کدومه؟ این هم مثل همون جواب بیده یا اینم نه. حالا میخوایم تست کنیم ببینیم چقدر باید بذاریم TNT تا این بترکه. میریم برا ببینیم چند تا باید بذاریم تا بترکه. فکر کنم دیگه با اینقدر با بترکه دیگه. خب با 4 تا نترکه. میخوایم ببینیم اگر فکرم چی براش، فکرم چی دیگه از ماب نمیمونه برام. بریم ببینیم چی شد. پشمام نترکید. واقعا مگه میشه همچین چیزی نترکه؟ باید بریم برای خیلی از اون میخوام خیلی بیشتر بذارم، چون اینقدر فقط TNT گذاشتم. بریم خیلی گذاشتیم ولی نترکیم. ما اونایی که گذاشتیم تو 2 دقیقه ترکون، ولی این دیگه نمیتونیم بترکونش. زیرش هم بذاریم شاید یه امیدی بهش باشه. بریم لطفا لایک و کامنت فراموش نشه بچه ها. میخوایم ببینیم تا چقدر دووم میاره. 1 2 3 یا ابوالفضل. فقط میخوام ببینیم اصلا نمیتره که من هر کارش کنیم این نمیتره که. واقعا کدومشون برنده میشه، این یا این؟ شما تو کامنت ها بگید. من که با اینم شروع کردم این هیچ کاری نکرد، ولی بهترین و قدرتمندترین بلوک بازی میرسه به این و این که هرچی TNT هم بذاری نمیتره که. تا ویدیوی بعد خدا حافظ. لایک کامنت هم فراموش نشه. سابسکرایب بکن. خدا حافظ.